این یک شرمندگی است، میگوید دونالد ترامپ که روز 30 می دادگاه او را در پرونده پرداخت حق سکوت به استورمی دنیلز گناهکار دانست. من یک مرد بسیار بیگناهم. دادگاه گفت که رئیس جمهوری سابق در آستانه انتخابات سال 2016 هم به ستاره فیلم‌های پورنوگرافی پول داده است تا از رابطه جنسی که با او داشت گپ نزند. برای پنهان داشتن پرداخت حق سکوت سندها را ساخته‌کاری کرده است. حکم دادگاه امریکا را قبل از انتخابات پرزیدنتی روز 5 نوامبر در یک وضع غیر قابل پیش بینی قرار داد. ترامپ اندک پس از صدور حکم گفت که هر گونه قانون شکنی را رد می کند و افزود که از حکم دادگاه شکایت می برد. دونالد ترامپ به 4 سال زندان روبروست، اگرچه شخصان دیگر با عین قانون شکنی ها حکم کوتاه‌تر گرفتند یا جریمه بزرگ سپرده و یا به زندان شرطی محکوم شدند. در صورت زندانی شدن هم او حق دارد که معرکه انتخاباتی پیش برد و یا در صورت پیروزی سوگند یاد کند. الین کامارک، تحلیلگر سیاسی از پژوهشگاه بروکینگ امریکا، میگوید من همیشه فکر میکردم که این محاکمه بیشترین آسیب را با او میرساند، هرچند که مسائل حقوقی اینجا مهم نیست، اما آسیب بیشتر به او از نظر شخصیت میرسد. کاملا واضح است که زمان همسرش با طفل نوزاد در خانه بود، او با این زن رابطه داشته است. دادستان سابق و حقوقدان رابرت مینز میگوید حکم دادگاه پایه‌های امریکا را همچون یک کشور لرزاند. به نظر من او را برای مدت زندانی میکنند و فکر میکنم بسیار کوتاه. این یک جزای رمزی میشود، نه تنبیه. اما اگر حکم زندان شرطی بگیرد بسیار تعجب آور خواهد بود. حکم دونالد ترامپ را روز 11 ایول اعلان میکنند. پرونده مذکور یکی از سبکترین ها برای دونالد ترامپ است که به 3 جنایت دیگر هم متهم می شود و این یک محاکمه بود که قبل از انتخابات صورت گرفت. بقیه بنابر مقررات حقوقی به تأخیر افتادند.